بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون ای پیامبر بگو ای کافران لا اعبد ما تعبدون من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید ولا انتم عابدون ما اعبد و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم ولا انا عابد ما عبدتم و نه من پرستشگر آنچه را که شما پرستش کرده اید خواهم بود ولا انتم عابدون ما اعبد و نه شما پرستشگر آنچه را که من می پرستم خواهید بود لكم دینکم ولی دین آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم